السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله تعالی بزرگوار از ما و از شما راضی باشد و ما را تنها به راه راست هدایت فرماید. یا الله، تو را می پرستیم، تو را عبادت می کنیم و تنها از تو یاری طلب می کنیم. پیام آمد از خواهرم. وقتی خواندم دیگر نتوانستم که خاموش نشینم. موضوع بسیار نازک، ستر و حجاب خواهران. یکی می گوید ستر چی لازم؟ دلش به اسلام نزدیک باشد. استغفر الله و الله ببخشد ما را. از الله سبحانه و تعالی طلب دعا می کنیم. یا الله، آنها را و ما را به راه راست هدایت نما. کسی ستر و حجاب ندارند یا نمی خواهند، از شما التجا دارم مرا بیهوده تحقیر کرده و سخنهای بد نگوید. انشاءالله دلیل را بعد سخنهای خودم می آورم. بعضی از ما و شما ستر را پوشش سر در نظر داریم، اما سر را پوشانیده لباسی تنگ و تار می پوشیم. صد افسوس که ما از نادانان شده ایم. حال آن که مرد یک طرف ایستد، زنان غیر مومن را برای زنان مومن الله تعالی نامحرم گفته است. اکنون دلیل از سخنهای الله. و به زنان مومن بگو که چشم خود را بپوشند و شرمگاه خود را نگاه دارند و آرایش خود را، یعنی موضعهای زیور، آشکارا نکنند مگر آنچه از آن موضعها ظاهر شده است، یعنی روی و دو کف. و باید که سراندازهای خود را بر گریبانهای خود فرو گذارند، منظور رای مالهای خود را، و آرایش خود را نمایان نکنند مگر به شوهران خویش یا پدران خویش یا پدران شوهران خویش یا پسران خود یا پسران شوهران خود یا برادران خود یا پسران برادران خود یا پسران خواهران خویش یا زنان اهل دین خود یا آن کسی که دستشان مالک او شده است، منظور غلامان، یا پیروان از مردان که صاحب شهوت نباشند، یا طفلانی که هنوز بر شرمگاه زنان آگاه نشدند و زمین را به پای خویش نزنند تا آنچه از زیور خویش که پنهان میکردند دانسته شود. و ای مؤمنان، همه یک جا به سوی الله رجوع کنید بود که رستگار شوید. سوره نور آیت 31. زنهایی که فیتنس کلوب، حمام عمومی یا شناوری می روند و به خود می گویند همه زنان کو، اگر رحمت و بخشایش الله نمی بود همه به جز اندک پیرو شیطان رانده شده می بودیم. الله که به جز او هیچ معبود نیست، البته شما را به روز قیامت در آن هیچ شک نیست به هم آورد. و کیست که در سخن از الله راستگوتر باشد؟ سوره نساء آیت 87. من از خودم چیزی نگفتم و نمیگویم. راه راست و یا راه خطا انتخاب هر یکی ماست. این سخنانم تنها یادرسی کردن بود. خلاصه و انتخاب کردن از جانب شماست. الله ما را به راه راست هدایت فرماید. با احترام، برادر شما.